تکرار بریم در مورد شبکه‌های برق ناحیه رودکی که از کجا خاموش میشد برق مردم ناحیه رودکی؟ رابطه بینیم نه همون 2 متر یکم سوید نیست. الان پترول کنه واقعا سوید نیست. اینم یکی از خانه‌های هموطنای ما در این بالاندوشونه که من دیدم که برق دارد حالی حاضر. اوکال گرفتیم اینم 300 400 دانه وجود گرفتیم هم گریپای وزبی نگذارن ای چه سبب ای سبب خنکی یگان شرط شرایط نیست ای لیمیت ای بین رفته نه لیمیت ای بین رفته نه هیچ برق داره شما 24 ساعت ما امکانیت ندارم اگر امکانیت که می داشتم ما تو رو با برق تامین میکردم نکیم ای سبب که امکانیت ندارم اینم برق داره در مرکز ناحیه خیلی کابینتون گرمه نه انصافاً رو کراس با مردم آشکارا در صحبت باشد توسط شبکه‌های اجتماعی خب درود برای همه بیننده‌های شبکه‌های اجتماعی دلیر مالی در اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب و یا فیسبوک. ما حالا قرار داریم در مورد شبکه‌های برق ناحیه رودکی که زیر شعار جشن استقلالیت مانده است این یعنی تابلوی فعالیت این نقطه و ما وارد شدیم با چند از مسئولین صحبت کردیم که بعد از چند لحظه شما صحبت ما را تماشا میکنید. سلام شد. خیلی کابینتون گرمه نه؟ این عمود پلیتا استفاده بردنش ممکن است؟ این عمود پلیتا ممکنه؟ ساز باشه ممکنه ده؟ ساز باشه ممکنه. خب منوچهر نامشه؟ منوچهر؟ فرداو منوچهر روبرتون است نه؟ با اجازه میتونیم تلویزیون را پاس کنیم بخشش عذر. خب من دو سوال مطرحم که بعد شما را وقتتون زیاد نگیرم برم. سبب نبودن برق برای ساکنان ناحیه رودکی برق برای چی نیست برای مردم؟ اینجا یکمش ما اونجا رو خاموش کردن نمیتونیم نه خاموش کردن نه گریون کردن داریم. از کجا خاموش میشد برق مردم ناحیه رودکی؟ شهر خاموش میکنن. دوشنبه؟ شبکه‌های برق تقسیمات برق از شهر دوشنبه. بله. اونا خودشون مخصوص انتخاب کرده میتونن که مثلا در اتاق شما برق هست و در جای دیگه برق خاموش کنن. که در اتاق ما آیوی صبح برق هست که میلینیت همه دومای بلندشون میگیرن اونجا به برق نمیشه و با هم خاطر در چیمو برق هست. دومای بلندشون مثلا شهرک ترسونزاده دومای بلندشونش برق دارد؟ دارد. از دیگر نقطه هایی که دو سه اوشیانه دارد بیرون از اینجا مثلا دیگر بعضی دهه ها هست اونجا بچین؟ مثلا چوریا کرونده هست در دو اوشیانه هاش. در خونه های زمینیش؟ خونه های زمینی با پرگی نمیدونم که بایم ایسابی که مثلا در بعضی لینی‌ها 2 تا 3 تا دومای ایسابی هم دوما خونه زمینی هم با برق تامین. بلندوشانه داخل ناحیه رودکی همش برق دارد. بله. ما میتونیم این رفته ببینیم. یعنی تنظیم برق و خاموش کردن برق در درون ناحیه رودکی از شما واسه نیست. از شهر دوشنبه. بله. این که میگن تعمیر رفته ایستاده است. 2-3 ماه شد میگن تعمیر رفته ایستاده است. واقعا با آمادگی برای زمستون با این باور کنیم. باور میکنیم. مثلا اینا مثال اینا بچه ما وکیلای کانون را ایواز کرده است. دهه دیگر چی؟ انا که اونجا دهها مثلا زیرسکوی برقی هستن. از زیرسکوی برقی را تعمیر کرده است. یعنی خودت از روی اختصاص کی هستی؟ مخدم. بله. الکتریک. همچون یک جوان تجربه دار دانشگاه هم خواندی امیدوارم. باور داری که در عصر 21 ما مردم به همین باور کنیم که یعنی واقعا تعمیر رفته است و مردم برق ندارد؟ ایشته جان گفتی که با ما قطعی ویا نیستم معلومات ندارم که این نوای اونجا کار کرده استن یا که نه. معمولا میگن کارهای تکنیکی رفته است کار کرده است. دیگه شما را آگاه نمیکنن. خیلی شیدنش ممکنه برای که همه چی کنش دیگه بعد هر سال ما 2 بار باید تعمیر کنیم ببینید که در موسم تابستان هم همین بهانه کتی لیمیت میشه. نه مثلا موسم تابستان در بعضی حالت‌ها بچه‌های ما بریدن شاخ درختان میگرفتن یک روز 2 روز اینو حساب ممکن خاموش بشی. با فکر خود نقض حقوق شهروندان نیست همجا که شهروند ما آگاه نکرده براش برق نداده برقش خاموش میکنیم. نه که خیلی امکانیت ما نداریم که هر یک شهروند جدا آگاه کنیم. توسط پیامک، SMS، تلفن. ولی شبکه برق ما این خیلی امکانیت نداره.
پس مردم آگاه نکرده با برقش خاموش کنیم هر وقتی که خواستیم. مثلا شوی که چیه ما آگاه میکنیم که هم خیلی مثلا خطی برقی برای تعمیر یا که برای چی خاموش میشه. خونه خودتون کجاست؟ خونه ما اینجا ده. برق داریم؟ بازی نه. خونه خودتون برق نداره، همین همسایگی. اینجا ده نیست خونه ما طرف چی ده؟ خونه زمینی کی است؟ برق نداره. آخرین سوالم همچنین یک جوانی آینده این ملت وقتی که اتاق کاری خودت خیلی گرم است و روشن است و در کیم کدام یک جماعت برق نیست مردم نمیتونند حجت بگیرد چه احساس داری؟ خیلی ما امکانیت ندارم. اگر امکانیت که می داشتم ما باید رو با برق تامین میکردم نکیم ای سبب که امکانیت ندارم. خب این شد چیک‌ها یا حساب کنک‌های برقی همین بینایی که ما در بیرون دیدیم که انصافاً نشان میدیم که کار کرده است. یعنی مردم برق دارد در این بینا. این هم یکی از خانه‌های هموطن‌های ما در این بلندوشونه که من دیدم که برق دارد حال حاضر. خب این هم یکی از خیابان‌های مرکزی شهرک سامانیان و می‌بینیم که اینجا هم برقش روشن است. چراغ‌ها هم کار نمیکنه. شاید سببش هم همون تعمیر برق یا لیمیت برقی که میگن شاید سببش همون باشه که چند عدد چراغ‌ها هم که می‌بینیم در مرکز ناحیه رودکی کار نمی‌کند. ولی در اطراف بیناهاش برق دارد. نمیدونم برق هنوز اومد یا که بود. از شبانه سویت شما بود همین شب یا نه؟ نمود. از ساعت چند تا چند نمود؟ اکو سهرش که نمیدونم در خسته بودم شروع میخواد نه که میخواد سویده است نه که امشب ساعت چند کشتن؟ 11 بعد وقتی که میکشن خانه‌های بیتونی در خنک نمیشه شب؟ میشه کدام خونه نمیشه. بعد چه گرم میکنه شما خونتون؟ اتاپلینی ندارین سویت مردگی چه گرم میکنه؟ کورپا؟ نمیتی یا سویت؟ شما کجا بیرون از شهر زندگی میکنین؟ بیرون از سامانیانه؟ رودکی با؟ در روز چند ساعت سویت داریم؟ До 9. دو تا 9 سحر. И потом выключаем. بعد شب چی کار میکنین شما خونه کی ده؟ Что делаем? Мерзнем, что делаем? خونه زمینی است یا بلند است شما؟ خونه زمینی است یا بلند؟ زمینی. در یه روز چند ساعت کشته گیران میکنن؟ بعد شب خونه شب چی کار میکنین؟ گرمی چیه؟ پیچکه داریم؟ کمر رو چوکتی گرم میکنه خونه. سلامت باشین رحمت. من سرعت حساب کنه پر انتظار بودم. حساب کنه که برخه. برقش هست. خدا کند که این برق 24 ساعت باشه در مرکز ناحیه. خب پول گیران کنیم که سویت داریم جای آب تامین کنی ناحیه بود. اینم برق داره در مرکز ناحیه. بچه های انصافاً به یگان دروغ بازی به یگان حیاری پیشکی من نمیدونم من این کار رو کردستم. ببینیم که در دهه ها چی گفت تو پختکار را میریم. ما آمدیم به پختکار 5 میریم داخل دهه میشیم ببینیم که واقعا برق هست یا نه. این ترانسفورماتور یا ایستگاهی همین دهه که در سرگاه دهه ایستاده است و شما صداش هم میشنوین. برق دارین شما 24 ساعت یگان بار لیمیت نشده است. ای که در اینترنت ها میگن که لیمیت هست در دهه ها کو. نه خونه شما سویتاتون نمیکشن تماما؟ نه ای مرکز نمیکشن؟ 24 ساعت سویت دارین شما؟ نه کیا میتونن کیا میکشن؟ نه تو ساعتی ده میگیرم با میکشم. قرار داریم در شهرک ترسونزاده ناحیه رودکی همگی 5-6 کیلومتر از دوشنبه دور. خب بیاید اگر مغازه ها را میبینیم که برق دارن یا نه. خب در روز چند ساعت سویت میتونن شما ده؟ شوش بیام نمیتونن. شما همینجا نه که اگر اونجا دیگه دور زندگی میکنه همینجا ده. این امیر ساعت چند مرد؟ ساعت 8 نوشته با مردگی در این خنکی بعد تای تنه کار کردیم اینجا با بیتون خنک گرم آخه. سلامت خونه دا چی حال داره سویت تو؟ خونه که ایتاژ سکسیا ده. با گفتن که سکسی ها همه جا سویت داریم. چند آشیانه شما؟ نه چند آشیانه؟ دو ایتاژ. بعد از زمستون چه گرم میکنی؟ بسیار که. شد بیام بینه‌هاتون رو بگیرم شما در پشت آوازتون بیام.
شما همین بینادا زندگی میکنید؟ ما همین بینادا زندگی میکنیم، هیچ شرایط نداره. خب نه سوی داریم، آوشا میتین سویچه، نه سویچه میتین آوشا، نه لیمیت دای بای رفته گفته شاو روز لیمیت میکنن. کودکی مایده داریم، یگان شرایط بهبودی نیست. کودکای مایده را چقدر گرم کتی میکنید؟ کودکای مایده را به میپیچونم این همی سحری بچه‌م پشت سوخت ای دسته چه دسته به اوی به سویتی را اوی دوش آمدگی را دم کردیم دستوتکو که کودکا تشنه گشنه نمونن. کودک کشید پوچش دستم اگر همون که سویت باشه در میکروالنا و شیرش اگر میکنی یا که در روی پیتر میرای شاو با کودک مایده را شاو چقدر گرم میکنید شما؟ هیچی انخه میپیچونیم کودک خنک میخوره. همه کودکامون کسال چی گرفتیم؟ اوکال گرفتیم، نمی 300 400 دانه ووش گرفتیم. هم که گریپای وزبی نگذارن. ای چی سبب؟ ای سبب خنکی یگان شرط شرایط نیست. ای لیمیت ای بین رفته، نه لیمیت ای بین رفته، نه هیچ، فقط همین حالی زور در همین جای. باش شما همچون ساکن به رئیس محله مراجعت کردین؟ همه کسا عرضه کردن که رئیس ناحیه را برات؟ رئیس محله رفتیم گفتیم رئیس محله گشت سوال داد، ما نکردم لیش نه دیگری همسایه‌ام رفته گفته پرابلم نکنه. خدا را شکر بودین که می 2 ساعت طول می‌کشه. پیسا میگیم پیسا خدا فقط دارو خاطر زندگی ما ندارم. خیلی انسان خیلی یکم بردم ما قرغان ده خیلی گپ نبود. چند سال شد شما این منطقه برای زندگی آمدین؟ اینجا 2 سال شد. 2 سال شد. در شهرک بختر حسابی قرغان تپه برق نمیمرد؟ نه اونجا نزای اونجا نمیمره. اونجا اگر کشیدگی وقتم 2 ساعت میکشه سراز میتیه. خیلی نیست ایران ما یکم بردم. من میفهمیدم کچیده نمیامد اینجا. فرزندم همینجا گفته آمدم من خیلی عذاب. پایتخت گفته آمدم. واقعیت که برق هست نیست داخلی پدیز میشیم. این محله شهرک ترسونزاده کوچه چی؟ پاسیولکای رمزه. اینجا همین ساکنکای برقی و شوچیکایی که است. ما از همین علاقه میفهمیم که برق هست نیست. اگر شما دیده باشین در شهرک سامانیان اینو کار میکنن، اینجا کار نمیکنن. یعنی معلوم است که برق نیست. خب این ناقل های لوچه که اینجا هست و همیشه برای کودکا ببینید که این دسترس است. نماینده شبکه برق ببینید که برای کودکا چقدر دسترس است. دل وقت میتونه بیا بقپه در حالت برق بودن. اینا حتما باید هیچ شکایتی کنه. автомат کنه سویتتون هم پول نمیتیم گفتن این سویت هم میخرید. آها یعنی شما مشتری کارتوی هستین. و با گفتن که مشتری های کارتوی ما 10,000 مشتری داریم، اونا یگان وقت به برق نمیمونن کو؟ دروغه. من پولش تمام شد سویت نیست مادم. دروغ هم میزنم. شما حالی پول دارین و سویت نیست؟ پول هم ندارم. پیسا میگیرم من بعضی سویت کتی دارم دا میرسه. اینا 3 ماه بوده. بیرم کودک گیرم خط چهره رو باجو کن. این نبیره شما است؟ در خونه کی زندگی میکنه؟ این بچه های وعده کنال شما دیوژا کتی کار میکنیم با؟ ها؟ اگر سویت باشه شما سویت کتی کار میکنیم؟ سویت نه دیوژا کار میکنیم. بچه های وعده کنال شما زنده باشون. بچه های وعده کنال هم در اینجا کاروش نکرده میگه دیوژا کتی کار میکنه سبب به برقی همین شهرک ترسونزاده. شاو از ساعت 10 میکشه. آدمی میبره که 6 بیگا میتین تا 10 4 6 بیگا میتین تا 10 میتین 4 ساعت. سحر چی؟ سحر از ساعت 6 میتین. خب بعد تا ساعت 10 4 ساعت دو سحر 2 ساعت تا 8 در جمع 6 ساعت برق داریم. در کجا زندگی میکنه شما؟ اتاج دا. چندم اتاج دا؟ 2 اتاج. بعد گرمی را چیکار میکنه شما؟ گرمی را چیکار کنه؟ گربه پشت خمره. شما اگه شکایت کردین در مسئله بی برقی؟ زنگ زدین به کجایی که چوا برق نیست؟ برای چی نمیپرسین؟ اخه چی پرسیم دیگه؟ اگر چی نمیگه چی میدونم؟ این که میگن که تعمیر رفته سای باور میکنین به این تعمیرشون؟ کجا تعمیر رفته سای؟ تعمیر میگه میگو که تعمیر کردید. شما مشتری کارتوی یا به کارتا؟ کارتوی. ابا میگن که ما 10,000 کارتوی داریم در ناحیه رودکی و همش برق دارن. ما که ما توانیم رفته بینیم نه اما 2 متر یگان سویت نیست. انا پاسول کرده واقعا سویت نیست. آدم کجیست مازو؟ بسیاری باید بسیاری ما این بالای خوب در میکنم یورو در میکنم نمیتونم. چیه بچه جان گفتم بگم. بیچاره این همسایه در 4 متر زندگی میکنه. ای خونکی را میفروه که گرمش هم میبره.
گاز ندارم سوید نیست به چای به خود میشینیم گوسپید نمیکنیم چای ما را بتشونیم من فضل اومدم من یکم بار دیدم بچه خروخنده زندگی میکردم خیلی نبود چیزا با اینجا گوشیدم اومدم خب بیننده‌های عزیز این آخرین لحظه های ویدیوگذاری شما است از شهرک ترسونزاده ناحیه رودکی که در 7-8 کیلومتر شهر دوشنبه جایگیر شده است و شما هم گوشه های را دیدید که در ناحیه رودکی برق بود یعنی دهه و مرکز این ناحیه و هم جای‌های را دیدید که در این گوشه ناحیه رودکی که برق عموما نیست و مردم خیلی به شدت شکایت میکنند. خواهش میکنم از مسئولای برق تاجیک و دیگر نهادهای مربوطه که به فروش و تقسیمات برق در کشور مشغولند انصافاً رو راست با مردم آشکارا در صحبت باشد توسط شبکه‌های اجتماعی توسط افیرهای مستقیم مردم به سوالهای خودشان جواب بگیرند. اگر واقعا شما تعمیر دارید شبانه روز نمیدونم در کجا اون تعمیرهای شما پس انصافاً مردم آشکارا نشان دهید که تعمیرهای شما در کجا میگذرد و با چگونه میگذرد که مردم اون تعمیرها را واقعا ببینند. اگر نه مردم با لیمیت برق میدهید پس آگاه کنید که برای چی مردم این شب روز باید با لیمیت برق بگیرد. یعنی اینه که مردم در روبروی به اطلاعی نماند که پس فضای خالگی شما را اطلاعهای دیگر پر میکند. سلامت و سربلند و خانه آباد باشه. دلیر موملی بودم. خدا کند که نزدیکترین فرصت ها در خاندان دوردستترین تاجیک برق 24 ساعت باشد. بدرود.